سرطان پستان شایع‌ترین سرطان بین خانم‌های ایرانی هستش که به شدت رو به افزایشه. امروز که اومده بودم طبیعت‌گردی با یه دختری آشنا شدم که سرطان پستان رو گرفته و با روحیه عالی تونسته اون رو شکستش بده. تشخیص به موقع سرطان خیلی کمک کننده است. علائم و نشانه‌ها رو حتما جدی بگیرید. بهناز جان، میشه برامون بگی چطور متوجه شدی که سرطان پستان داری؟ از کجا متوجه شدی؟ من کاملا به صورت خیلی اتفاقی متوجه شدم. یه شب وقتی خوابیده بودم دستم اینجوری گذاشته بودم روی سینم، دقیقا همینجا متوجه یه توده شدم. یه چیزی مثل گردو سفت و پستی بلندی داشت. خب قبلش نبود نه؟ چی؟ درد نداشت، اصلا هیچ علائمی نداشت. نه قبلش هم نبود توی سینه؟ نه خیلی اتفاقی متوجه شدم. بعد همون موقع شروع به درمان کردی یا نه؟ نه، یه چند روز که گذشت به دوستان گفتن که بهناز این ما هم داریم کیسته، اشکالی نداره و من با همین حرف کیسته 2 ماه لفتش دادم، نرفتم دکتر. بعد از 2 ماه وقتی از حموم اومدم بیرون جلو آینه دیدم که این پوستم برجسته شده. قبل از اون این برجستگی رو نداشت. اون لحظه حس کردم که این نمیتونه کیست باشه، هر چیزی هست داره رشد میکنه و پوستم زد و حسم به من گفت ممکنه توده سرطانی باشه. و بعد شروع کردی به درمان؟ بلا فاصله تا اینو فهمیدم، چون دوران کرونا هم بود اون موقع، رفتم از تو محله خودمون همه دکترایی که تو راهم بود و در زدم ببینم کی بازه. اونقدر رفتم تا یه نفر پیدا کردم، بعد سونوگرافی دادم. دکتر برام سونوگرافی نداشت. تو سونوگرافی اون خانم که سونوگرافی میکرد گفت شما یه توده‌ای دارین که این بهش جریان خون وصله، یعنی در خون داره خون استفاده میکنه و این احتمالاً یه توده سرطانیه. چقدر طول کشید درمان بشی؟ بهم گفت که سریع برو پیش یک دکتر جراح پستان یا متخصص جراحی عمومی. گفت پیش دکتر زنان نریم. اینو حتما تاکید میکنم، اگر چیزی توی سینه‌تون احساس میکنید حتما به دکتر متخصص پستان یا متخصص جراح عمومی مراجعه کنید. که وقتی اونجا هم رفتم ازم خواستن که دست دادن و گفتن این توده است، احتمال سرطانش خیلی بالاست، ازم خواست بیوپسی کنم. اینم بگم که خیلی از بیوپسی میترسن. بیوپسی یعنی نمونه برداری از توده و یکی از چیزای خوبش اینه که شما وقتی بیوپسی میکنید پزشک از قبل میفهمه که این توده چقدر بدخیمه. بیوپسی اصلا مشکلی نداره. من خیلی ها میگن که نکنین، وقتی دست به توده میزنن ممکنه اون توده پخش بشه و اینا. من خودم قبول ندارم، چون یکی از چیزای خوبی که باعث شد من زودتر درمان بشم این بود که واقعا بیوپسی کردم و فهمیدم این توده بدخیمه و باید سریع جراحیمو یا شیمی درمانیمو شروع کنم. چقدر طول کشید شیمی درمانیت؟ من 30 جلسه شیمی درمانی کردم. اول رفتم عمل کردم، توده‌مو در آوردن. از اونجایی که من خیلی سریع دنبال درمانم رفتم، چون توده من خیلی سریع داشت رشد میکرد. یه توده بدخیم با گرید 3 بود. اگر من سرعت عمل به خرج نمیدادم این توده پخش شونده بود، یعنی زیر بغلمو درگیر میکرد و ممکن بود به جاهای دیگه هم بزنه. سرعت عملم باعث شد که فقط توده رو از سینم در آوردن. واسه همین من به همه خانوما تاکید میکنم اگر دکتر بهتون میگه برین شیمی درمانی کنین، برین جراحی کنین، برین بیوپسی کنین، حتما حرفشو گوش کنین، چون اگر شما تأخیر کنین به خودتون آسیب زدین، باعث میشین که اون توده پخش بشه. من با 2 ماه فاصله تونستم سینه‌مو حفظ کنم. اگر 1 ماه اضافه معطل میکردم قطعا تمام لنفای زیر بغلمو ور میداشتم، علاوه بر اینکه سینه‌م هم بر میداشتم. تخلیه میکردم. شما هیچ علائمی قبلش نداشتی نه؟ من هیچ علائمی، دردی، هیچی نداشتم. تنها چیزی که حس کردم همون توده‌ای بود که دستم خورد بهش. من 3 مرحله اول جراحی کردم، 30 جلسه پرتو درمانی کردم، 16 جلسه هم شیمی درمانی کردم. و یه توصیه خیلی مهمی دارم بهتون. چیزی که عاملی که توی درمان بیماری سرطان من خودم به شخصه بهش به طور قاطع میگم انجام بدین، روحیه خوبه. روحیه‌تون رو اگر
ببازین همون اول. اگر روحیتون رو ببازین اون درمان میشینا، اما درمان ها روتون اثرات بد میذاره. اما اگه با روحیه خوب واردش بشین، نه داروها بهتون اثر بد میذاره و علاوه اینکه خیلی هم سریع درمان میشین. آره میخواستم همین ازت بپرسم که روحیت چطور، بعدش چطوره؟ اول روحیه، دوم درمان، سوم امید، یعنی اول از همه امید به خدا، اما بعد روحیه و بعد درمان سریع و به الان موقع. چند سال شکست دادی سرطانه؟ من سال 99 همین خرداد تیر بود که متوجه تودم شدم. الان 9 ماه طول کشید درمانم، الان 6 ساله که خوب شدم. هیچ علائمی دیگه نداری وقتی نه، اما هر 6 ماه یه بار میرم خودم رو چک میکنم و حتما باید هر کسی که توده سرطانی داره یا اگر تو خانواده‌اش حتی سرطان داشته حتما باید خودش رو چکاپ کنه، هم در منزل خود آزمایی کنه، همین که اگر خودش مشکل داره یا خانواده‌اش دارن، اگه به سن 35 به بالا رسیدن حتما سونوگرافی انجام بدن، 40 به بالا حتما ماموگرافی انجام بدن. از ماموگرافی هم نترسین. خیلی میگن ماموگرافی درد داره. من میخوام بهتون بگم کل پروسه ماموگرافی برای 2 تا سینه کلا 1 دقیقه طول نمیکشه. من نمیدونم این چیه که تو دهن مردم افتاده میگن درد داره نمیرن انجام بدن. اصلا شما از لحظه اول شروعش تا آخرش 1 دقیقه نمیشه. اون درد چیه که شما حاضرین اون رو تحمل نکنین اما سرطان رو به جون بخرید.